سلام و وقت بخیر. وقتتون بخیر باشه. حتما از قرص های ضد انگل کبوتر استفاده کنید چون خیلی چیز مهمیه. همینطور که میبینید این نر کاکل پاپر کامل سفید و بدون هیچ رنگ دیگه ای و من تازه گرفتم آوردمش. من معمولا هر کبوتری که جدید میارم و قرص انگل میدم که خدای نکرده انگل نداشته باشه و یه همچین قرصیه که رومزول خارجیه. من چون نوت کبوتر دارم کاملا خب به هر کدومش یکی میندازم داخل دهنشون. بیاین انگلا رو نگاه کنید. اینا تمام انگلایی هن که از خود کبوتر اومده بیرون. من خودم تازه متوجه شده بودم چون بیشترشون اینجا زیر پاشون خاک داخل خاک افتاده بود. خلاصه قرص انگل رو استفاده کنید